السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. ابراهیم علیه السلام. ابراهیم پسر تاریح، پسر ناحور، پسر سارو، پسر راعو، پسر فالغ، پسر عابر، پسر شالح، پسر ارفخشز، پسر سام، پسر نوح علیه السلام است. بعد از صالح علیه السلام ابراهیم علیه السلام پیغمبر شد. ابراهیم علیه السلام عرب نبود. او با زبان عبرانی سخن میکرد. قصه ابراهیم علیه السلام را الله متعال 73 مراتبه ذکر کرده است. یعنی این بزرگی این پیغمبر را بیان میکند. ابراهیم علیه السلام را به خلیل الرحمن هم میشناسند، یعنی به الله نزدیک دوستی الله. ابراهیم علیه السلام در منطقه بابل که در عراق است زندگی میکرد. بابل شهر بزرگ بود و پیشرفت، بسیار شهر پیشرفته بود. مردم در شهر بابل، یعنی که در منطقه بابل، بت پرست بودند. بعد از سالهای زیاد وقتی که صالح علیه السلام وفات کرد، مردم باز به بت پرستی شروع کردند. بعضی علما میگویند ابراهیم علیه السلام وقتی 16 ساله بود، جوانی برومند، مردم را دعوت میکرد. هر وقتی که آنها را میگفت چرا این بت‌ها را میپرستید، قومش میگفتند ما پدرهامان را دیدیم که عبادت میکردند. از این معلوم میشود که بین صالح علیه السلام و بین ابراهیم علیه السلام 100 سالها فرق است، که سالهای زیاد گذشت، بیش از 100 سالها گذشت که باز مردم به بت پرستی شروع کردند. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. از ابراهیم بر آنها بخوان، قصه کن. هنگامی که به پدر و قومش گفت چه چیزی را می پرستید؟ گفتند بت‌های را می پرستیم و پیوسته برای عبادت آنها روزها می مانیم. ابراهیم گفت آنها صدای شما را می شنوند وقتی آنها را عبادت می کنید، یا فایده یا زیانی می رسانند؟ گفتند نه، بلکه ما پدرهامان را دیدیم این طور می کردند. ابراهیم علیه السلام این سوالها را می کرد تا که آنها کمی فکر کنند. چیزی که فایده ضرر ندارد، سخن را نمی شنود، سخن نمی کند، چرا اینها را عبادت می کنید؟ ابراهیم علیه السلام با اینکه جوان بود اما بسیار هوشیار بود. او هرگز بت نپرستید. پدر خود را بسیار دعوت می کرد. پدرش را گفت ای پدر جان، چرا چیزی را پرستش میکنی که نمی شنود و نمی بیند و نه هیچ نیازی از تو برآورده می سازد؟ ای پدر جان، یقینا از جانب خدا دانشی برای من آمده که برای تو نیامده است. پس از من پیروی کن تا تو را به راه راست هدایت کنم. ای پدر جان، شیطان را پرستش نکن، زیرا که شیطان نسبت به خداوند رحمان نافرمان بود. ای پدر جان، من از این میترسم که از سوی خداوند رحمان عذابی به تو برسد، آنگاه از دوستان شیطان و همنشینان او در آتش باشی. پدرش گفت ای ابراهیم،
آیا تو از معبودهای من رو میگردانی؟ اگر باز نیایی قطعا تو را سنگسار میکنم و برای مدتی زیاد از من دور شو. ابراهیم گفت سلام بر تو، بزودی از پروردگارم برای تو طلب آمرزش خواهم کرد، بیگمان او نسبت به من مهربان است. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حلیم. و آمرزش خواستن ابراهیم برای پدرش نبود مگر به خاطر وعده‌ای که به او داده بود. پس چون برای او آشکار شد که او دشمن خدا است، از او بیزاری جست. بیگمان ابراهیم بردبار بود. ابراهیم علیه السلام قومش را بسیار دعوت میکرد، اما هیچ کسی او را گوش نمیکرد، مثل دیگر پیغمبران. پس فکر کرد که باید ریشه این گمراهان را تمام کند، یعنی بت‌هایشان را نابود کند. روزی به گروه دعوت میکرد، او را گوش نکردند. ابراهیم علیه السلام گفت به الله قسم این بت‌ها را میشکنم روزی که شما نباشید. این سخنها را شنیدم و همین طور روزی آمد که روز عید بود. مردم به عیدگاه می برآمدند، یعنی از شهر بیرون می رفتند و در نزد بت‌های خود بهترین خوراک ها را می گذاشتند و بعد از اینکه از عیدگاه برمیگشتند به عبادتگاه خود می در آمدند، خوراک ها را می گرفتند و تبرک می گفتند و می خوردند. مردم به عیدگاه می برآمدند، ابراهیم را دیدند که نشسته است. پرسیدند ای ابراهیم تو با ما نمی روی؟ ابراهیم علیه السلام به ستاره ها نظر کرد و گفت من بیمار هستم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فنظر نظرة في النجوم قال اینی سقیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند در اینجا ابراهیم علیه السلام دروغ گفت، ولی دروغش از برای الله بود. پس مردم او را گذاشتند، یعنی بیمار است او را گذاشتند و به عیدگاه خود رفتند. وقتی که همه مردم از شهر بیرون شدند، تبر را گرفت و به عبادتگاه در آمد. در نزد بت‌ها دید بهترین خوراک ها گذاشته شده است، بهترین شراب ها گذاشته شده است. ابراهیم علیه السلام به بت‌ها گفت آیا نمیخوره؟ خاموش، چرا سخن نمیکنید؟ پس بر آنها با تبر زد، همه بت‌ها را میده میده کرد، فقط بت کلانی را گذاشت و تبر را در گردنش آویخت. وقتی مردم از عیدگاه برگشتند به عبادتگاه خود در آمدند، در تعجب ماندند. همه بت‌ها میده میده شده است، فقط بت بزرگ در گردنش یک تبر است. در غضب شدند، گفتند این کار را کی کرده است با خداهای ما؟ شخصانی که سخن ابراهیم را شنیده بودند که گفته بود بت‌ها را میشکنند، آنها گفتند جوانی را شنیدیم که ابراهیم است. پس بزرگ قوم گفت او را به اینجا بیاورید تا که مردم شاهدی بدهند. ابراهیم را به عبادتگاه آوردند، مردم را جمع کردند. ابراهیم علیه السلام همین را میخواست. ابراهیم علیه السلام همین را میخواست که مردم جمع شوند و گفتگوی بین ابراهیم و بین بزرگان قوم شود. از ابراهیم پرسیدم تو اینها را کردی؟
آیا این خداهای ما رو تو شکستی؟ ابراهیم علیه السلام گفت بلکه این کار را کلام بتها کرده است، از او بپرسید اگر سخن کند. در گردن او تبر آویخته شده است. پس مردم کمی در فکر بود، یعنی فکر کردن در حقیقت این بتها سخن نمی کنند و حتی خود را نجات نمی توانند بدهند. اما شیطان با آنها وسوسه کرد و بیعقل شدند. یعنی قریب بود که ایمان می آوردند ولی در وسوسه شیطان گرفتار شدند. آنها گفتند ما می دانیم آنها سخن نمی کنند، حتی از جاشون حرکت نمی کنند. ابراهیم علیه السلام گفت پس چیزی رو عبادت میکنید که به شما نه فایده میرساند و نه ضرر و نه خود را نجات میدهد. آیا هیچ نمی اندیشید؟ آیا هیچ فکر نمی کنید با چی چیزها عبادت میکنید؟ چی چیزها را شما میپرستید؟ چیزی را میپرستید که خودتان با دستاتان تراشیده اید. الله شما را خلق کرده است، چرا او را عبادت نمیکنید؟ وقتی فهمیدن که ابراهیم علیه السلام بتها را شکسته است، بزرگ قوم حکم کرد که ابراهیم را در آتش بیاندازند و به مردم امر کرد که هر کسی قدر توانایی خود چوب جمع کند و در یک چهار دیواری که بسیار بزرگ بود چوبها را انداختند و آتش زدند. ابراهیم علیه السلام را آوردند و با منجنیق میخواستند ابراهیم را در آتش بیاندازند. در این وقت بسیار هم سخت و امتحانی بزرگ که ابراهیم علیه السلام گرفتار این امتحان شده بود دعا کرد. هر کسی در این مشکلی باشد باید دعا کند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ابراهیم علیه السلام گفت حسبنا الله و نعم الوکیل، یعنی الله برای من کافی است و او وکیل من است، پرستار من است. در یک حدیث ضعیف است میگوید جبرائیل علیه السلام آمد و به ابراهیم علیه السلام گفت آیا حاجتی داری؟ به قول تاجیکا میگویند یگان خدمتی هست. ابراهیم علیه السلام گفت از تو نه، از الله دارم. و در یک حدیث دیگر است میگوید ملائکه باران آمد و از الله اجازت پرسید که باران بارد تا اینکه آتش خاموش شود. اما الله متعال کاری را برای ابراهیم کرد که از باران هم تیزتر بود. وقتی ابراهیم علیه السلام را در آتش انداختند، الله متعال به آتش امر کرد قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. ما گفتیم، الله متعال فرمودند ما گفتیم ای آتش بر ابراهیم سرد و سلامت باش. در بعضی روایات میگویند دستان ابراهیم علیه السلام بسته بودند در درون آتش، فقط همون رسمان هایی که دستانش را بسته بودند فقط همون رسمان ها سوختند و دستای ابراهیم علیه السلام کشاده شدند و خود ابراهیم علیه السلام هیچ آسیبی ندید، حتی که یک تار موی ابراهیم علیه السلام در آتش نسوخت. مردم در انتظار بودند که آتش تمام می شود و ابراهیم هم سوخته تمام شده است. اما کسی از آنها ابراهیم را دید که در درون آتش نشسته راحت می کند. با صدای بلند گفت ابراهیم ابراهیم. همه مردم در تعجب ماندند چی شده باشد. دیدن ابراهیم علیه السلام در درون آتش نشسته است. در بعضی روایت ها گفته شده است که ابراهیم علیه السلام گفته است بهترین روز حیاتم را در درون همون آتش دیدم،
بهترین روزی که راحت و استراحت کردن درون همون آتش بود. این معجزه‌ای بود برای قومش و برای ابراهیم تا که دلش یقینش زیاد شود. اما مردم ایمان نیاوردند بجز لوط. فآمن له لوط و لوط علیه السلام به او ایمان آورد. لوط علیه السلام پسر عمک ابراهیم است. ابراهیم علیه السلام از درون آتش برآمد و این ماجرا به پادشاه بابل رسید، با خبر شد. بعضی علما میگویند در زمان ابراهیم علیه السلام پادشاه بابل نمرود بود علیه اللعنه و نمرود نصف زمین را حکم میکرد، یعنی پادشاهی بزرگ بود در همون وقت. او امر کرد که ابراهیم را به نزدش بیاورند تا که بیند کیست اون شخصی که در درون آتش نسوخته است. وقتی ابراهیم علیه السلام را به نزدش آوردند، به ابراهیم علیه السلام گفت خدای تو کیست؟ ابراهیم علیه السلام گفت پروردگار من زنده میکند و میمیراند. نمرود گفت من هم میمیرانم و زنده میکنم. و دو نفر، یعنی امر کرد که دو نفری که به آنها حکم اعدام شده بود، یعنی از شخصانی که در محبس خانه بودند، دو نفر را آوردند. یکی از آنها را کشت و دیگری را آزاد کرد و گفت یکی را میراندم و دیگری را زنده کردم. ابراهیم علیه السلام گفت پروردگار من آفتاب را از طرف مشرق میبرارد، تو آفتاب را از مغرب برار. در این سخن ابراهیم علیه السلام نمرود خاموش شد، شرمنده شد در نزد مردم. فبهت الذی کفر، شخصی که کافر شده بود یعنی نمرود به سخن ابراهیم شرمنده شد، خاموش شد، دیگر جوابی نیافت. فقط به ابراهیم علیه السلام گفت از اینجا برو. فهمید که شخص عادی نیست، با او گفت از اینجا برو. ابراهیم علیه السلام هم به شام سفر کرد، یعنی به سوریه سفر کرد و در منطقه حران رسید، در جایی که باباهای ابراهیم علیه السلام بودند. در همین منطقه رسید و به نزد خویش و تبار خود رفت و بعد از چندی با دختر عمکش ساره ازدواج کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بعد از حوا علیه السلام، یعنی در زیبایی ساره علیه السلام بسیار زیبا بود، یعنی از زنها از همه زیبا حوا علیه السلام همسری آدم علیه السلام زیبا بود و بعد از حوا علیه السلام ساره علیه السلام زیباترین زن دنیا بود. ابراهیم علیه السلام در حران زندگی میکرد. مردم منطقه حران ستاره پرست بودند. هر کسی براست خود، یعنی هر قبیله با خود ستاره داشت و ستاره را میپرستید. وقتی شب ستاره نمایان میشد، ستاره را میدیدن و میپرستیدن، یعنی مشرک بودن. اکنون ابراهیم علیه السلام خواست آنها را با طریق دیگری دعوت کنند، یعنی با منطق آنها را دعوت کنند. شب شد، مردم حران به بیرون برآمدند برای عبادت ستاره ها. هر کسی به ستاره خود نظر میکرد و عبادت میکرد. ابراهیم علیه السلام هم با مردم برآمد و گویا او هم ستاره پرست است و گویا او هم ستاره دارد، به ستاره نظر میکرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
و اینچنین ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم تا از یقین کنندگان باشد. با قدرت الله ابراهیم علیه السلام ستاره ها و سیاره هایی که در آسمان هستند آنها را بسیار نزدیک دید. قدرت الله را دید. الله متعال با او آن ستاره هایی که میلیون ها کیلومتر دور هستند آنها را به ابراهیم علیه السلام نزدیک کرد و قدرت الله را دید تا اینکه یقین و ایمانش بسیارتر و با قوت شود. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. پس هنگام شب شد ستاره ها را دید، گفت این پروردگار من است، و چون غروب کرد گفت غروب کنندگان را دوست نمی دارم. پس هنگامی که ماه را دید گفت این پروردگار من است، و چون غروب کرد گفت اگر پروردگارم من را هدایت نکند از گروه گمراهان خواهم بود. پس هنگامی که آفتاب را دید گفت این پروردگار من است، این بزرگتر است. اما وقتی که غروب کرد گفت ای قوم من، از آنچه برای خدا شریک قرار می دهید بیزارم. به تحقیق من روی خود را به سوی کسی می آورم که او آسمان ها و زمین را خلق کرده است و از مشرکان نیستم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. و قومش با او بحث و خشونت کردند. گفت آیا درباره خدا با من بحث میکنید در حالی که مرا هدایت کرده است و من از آنچه با او شریک قرار میدهید نمیترسم مگر پروردگارم چیزی را بخواهد. علم و دانش پروردگارم همه چیز را در بر گرفته است. آیا پند نمیگیرید؟ و چگونه از چیزی که شریک او قرار داده اید بترسم در حالی که شما نمی ترسید؟ از آن که چیزی شریک خداوند قرار داده اید که هیچ گونه دلیلی درباره آن برای شما نازل نکرده است. پس اگر می دانید که کدام یکی از این برای عبادت شایسته تر است. همین طور باز در این منطقه، در منطقه حران مردم ایمان نیاوردند.
ابراهیم علیه السلام با همسرش به سوی مصر سفر کردند. وقتی به مصر رسیدند، به حدود مصر رسیدند، پاسبان ها دیدند که با ابراهیم علیه السلام یک زن بسیار زیباست. خبر را به پادشاه رساندند. یعنی پادشاه امر کرده بود که هر زن زیبا را دیدید به من خبر بدهید. خبر را به پادشاه روان کردند. پادشاه چند نفر را روان کرد از لشکرش و گفت اگر با زن مردی هست، اگر شوهرش باشد او را بکشید. در حال به ابراهیم علیه السلام وحی شد از جانب الله که ای ابراهیم، پادشاه نفرانی را روان کرده است، اگر بفهمند که تو شوهرش هستی تو را میکشند. ابراهیم علیه السلام به همسرش به سارا علیه السلام گفت اگر از تو پرسیدند بگو من برادرت هستم. و یعنی همون نفرانی که از طرف پادشاه بودن آمدند و پرسیدند، از زن پرسیدند، از سارا علیه السلام پرسیدند این کیست؟ سارا علیه السلام گفت برادرم است. از ابراهیم پرسیدند، ابراهیم گفت خواهرم می شود. دروغ گفت. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند دروغ ابراهیم برای دین خدا بود. و سارا علیه السلام را به نزد پادشاه بردند. وقتی سارا علیه السلام به قصر پادشاه در آمد، پادشاه او را دید، در حیرت ماند از زیبایی و به نزد سارا آمد. سارا علیه السلام دعا کرد. این هم یک امتحانی بزرگ بود برای سارا علیه السلام. اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. ای بارو پروردگارا، تو دانا هستی، تو میدانی که من ایمان آوردم به تو و به رسولت و پیغمبرت و خود را از هر بیگانه حفظ کردم مگر بر شوهر خودم. من زنا نکردم، خود را حفظ کردم. اما وقت فقط به شوهر خود را حلال دانستم. پس این کافر را بر من مسلط نکن. نگذار که این کافر دستی من را بگیرد یا اینکه به من نزدیک شود. پادشاه میخواست دست دراز کند به سارا. وقتی دستش را دراز کرد، دستش خشک شد، یعنی شل شد. داد و فغان کرد. مردم به قصر در آمدن چی شده است؟ دستم کار نمی کند. هیچ کسی او را نتوانست یاری کند. سارا علیه السلام دعا کرد ای پروردگارا او را شفا بده. دست پادشاه شفا یافت. باز دستش را دراز کرد. باز با قدرت الله دست پادشاه خشک شد. سارا علیه السلام باز دعا کرد. دستش شفا یافت. بار سوم باز دستش را دراز کرد. بار سوم هم دستش خشک شد. پادشاه گفت سلامتی دست من را برگردان، من تو را رها می دهم. سارا علیه السلام باز دعا کرد. دست پادشاه شفا یافت. پادشاه گفت او را از قصر بیرون کنید، این انسان نیست، این جن است. سارا علیه السلام را از قصر بیرون برآوردند و با او طلا و نقره و بسیار از چیزهای گرانبها دادند و یک زن خدمتگار را به سارا هدیه کردند، تحفه کردند. هاجر علیه السلام. سارا علیه السلام و هاجر علیه السلام برگشتند به نزد ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام در حالت نمازخوانی بود، یعنی از الله دعا میکرد برای همسر خود، از الله دعا میکرد، التجا میکرد. فاسجد واقترب، سجده کن، نزدیک شو. چطوری که الله متعال به رسول خدا گفت اگر دلت تنگ شده است، غمی زیاد داری، فاسجد واقترب، سجده کن و به من نزدیک شو. بعد از نماز ابراهیم علیه السلام پرسید چی شده است؟ سارا علیه السلام گفت من را الله متعال
از دست پادشاه حفظ کرد و این زن خدمتگار را و این تنگه و طلا را برای من هدیه کرده. ابراهیم علیه السلام با همسرش با هاجر علیه السلام به فلسطین سفر کردند و در فلسطین